дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болавоқат дар шаҳри бӯстони вилояти суғд даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи 6 номинатсия: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср оғоз гардид. من در این آزمون سال اول اشتراک کرده استادم. من در نومیناسی بچگانه اشتراک کرده استادم. من بیشتر شاعری مرزا رسولزاده را دوست می‌دارم. تاجیکستان ای زمینی مردمی روشن ضمیر، تاجیکستان ای منیری چهره مردی منیر، تاجیکستان ای امیدی مردمانی پر امید، سرزمینی مردمانی روی سرخ و دل سپید. طبق معلومات مسئولین ریاست معارف ولایت سوغد از شماره عمومی به دور دوم اشتراک نموده 1146 نفر به دور سوم یعنی ولایت راه داده شدند که از اینها 836 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، 79 نفر را دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، بکالور، ماجستر و دکترانت‌های مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی، 162 نفر را آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، 69 نفر را نمایندگان کسب و کار گوناگون تشکیل می‌دهند. امروز در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت در شهر بوستان دوره ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است تشکیل و برگزار گردیده ایستاده است. آزمون مذکور طی 5 سال اخیر با امر محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تشکیل و برگزار کرده می شود. دوره اول آزمون مذکور ماه مارس در مؤسسات تعلیمی و مرکزی دهات و شهرک‌ها تشکیل و برگزار گردید که در آن 67473 نفر اشتراکچی داوطلبان اشتراک نمودند. از این شماره به دور دوم آزمون 19042 نفر راه یافتند و طبق جدول از 1 تا 15 می سال جاری دور دوم آزمون در مرکزهای شهر و ناحیه‌های ولایت تشکیل و برگزار کرده شد. امروز باشد دور ولایتی دور سوم آزمون در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت با اشتراک غالبان دور دوم که شماره آنها 1146 نفر را اشتراک می‌دهد تشکیل می‌دهد گذرانده شده ایستاده است. طبق نقشه پیشبینی گردیده دور سوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از سنه 14 تا 26 آگوست برگزار گردیده غالبان دور ولایتی معین و به دور جمهوریوی راه خط می‌گیرند. من سال سوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک می‌ورزم و من در آزمون فروغ صبح دانای از روی نومینات کلاسیکی اشتراک می‌ورزم و آثار از یاد کرده شده من طبق نظامنامه میباشند. مثلا 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 100 بیت از قصیده ها، 150 بیت از داستان ها و 100 بیت از دیگر نوع‌های شعری میباشد. من طول 2 ماه میشود که با استاد خود اعظم خجسته با این آزمون تیاری جدی دیدم و من به همه همسالان خود توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده دانش‌های خود را صیقل دهند. بنا به اطلاع ریاست معارف ولایت سوغد برای تامین شفافیت و در سطح بلند برگزار نمودن دور سوم آزمون به مسئولین دستورهای مشخص داده شده. اشتراکچیان و داوران از روی نومیناسی‌ها وارد صنفخانه‌ها گردیدند. همین طور روز اول آزمون با روحیه بلند و آمادگی همه‌طرفه آغاز یافت.